سلام دوستان گلم، سارا هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه تاریخ خیلی قشنگه، 333. نمیدونم تو چقدر با اعداد آینه‌ای آشنایی دارین یا اعداد مخصوص، ولی یه عددی هستن که کمتر در طول تاریخ اتفاق میفتن. یعنی عدد 3403 ممکنه که تا چندین سال دیگه اصلا همچین عددی رو بهش بر نخوریم، یعنی دیگه هیچ وقت بهش بر نخوریم. من این روز رو به یمن خوب میگیرم و دوست داشتم یه لایو رو با دوستان مشترکم داشته باشم. شاید تعجب کنیم این همه دفتر چیه که جلو من هستش. این دفترها هر کدوم یه حکایت دارن. یکی از این دفترها دفتری که یکی از عزیزانم بهم هدیه داده با چسب زخم مخصوصش، و اینجا من از سال 1402 البته هدف گذاری هامو شروع کردم و شروع کردم تو این دفتر نوشتن و این دفتر رو نگه میدارم. تمام کارهای مهمی رو که میخوام باز انجام بدم تو این دفتر همه رو نوشتم. اینکه مثلا من سال 1403 رو سال رشد و پیشرفتم و غلبه بر ترس هام که برام خیلی مهم بود نامیدم و اهداف مهمم رو اینجا نوشتم و پاکسازی هایی که انجام میدم و هر کاری که حال منو خوب بکنه. یکی دیگه از دفترها که همراه با استاد خوبم ملودی شروع کردم به انجامشون دفتر شکرگزاریه که این دفتر شکرگزاری من هر روز صبح که از خواب بلند میشم قبل از اینکه حتی به سرویس دستشویی برم 10 تا از چیزهایی رو که تو زندگیم برام جای شکرگزاری داره رو می‌نویسم و حدود 7 خطم نامه به خدا می‌نویسم. بعد این کار ظهر انجام میشه، شبم انجام میشه. اونم دفتر شکرگزاریمه که از سال 1403 همه رو شروع کردم. یه دفتر دیگه دارم. این دفتر چیزهای مهمی رو که دوست دارم برام اتفاق بیفته همه رو تو این دفتر یادداشت میکنم و برای بعضیشون زمان میذارم، برای بعضیشون زمان نمیذارم. این چیزهایی که میخوام داشته باشم. من شاید 10 سال پیش همچین دفتری داشتم، زمانی که تازه ورود کرده بودم به محل کار جدیدم و خیلی برام سخت بود چیزهایی رو در مورد اون محیط کاری که تو کار میکردم و برام سخت بود و خب برای خودم یه مشکلاتی رو ایجاد کرده بود نوشته بودم. بعد از مدت به 9 ماه نکشید وقتی که به دفترم مراجعه کردم و هر اون چه رو که در رابطه با شکرگزاری کرده بودم و خواستم که اون کار انجام بشه رو تو اون دفتر دیدم که محقق شده برام. حالا این دفتر رو دفتر هدف هام اسمشو گذاشتم و اون چه رو که میخوام برام اتفاق بیفته رو و شاید خیلی برام عجیب باشه اتفاق افتادنش رو به این صورت به صورت شکرگزاری تو این دفتر می نویسم و همه رو نگهداری میکنم. اینه که دفتری به اسم دفتر بازی فراوانی، بازی ثروت، که من ایدهش از خانم استر هیکس گرفتم، بنیانگذار قانون جذب. و تو این بازی من هر روز 1 میلیون تومان از بانک کائنات به حساب من ریخته میشه و من اون رو خرج میکنم و امروز که مثلا مبلغ 6 میلیون تومان به حساب من ریخته شده من اون رو خرج میکنم و ذهن خودم رو ثروتمند میکنم. و من سالها پیشم باز این بازی رو انجام دادم و اون چه رو که توی بازی فراوانی خرید کرده بودم و اینجا حالا تو دفتر دیگه نوشته بودم همه به زندگی من ورود پیدا کرده و این بازی فراوانی بازی خیلی مهمه برای من. در کنار تمام این چیزهایی که بهتون گفتم و اینو هدفهای مهم من در سال 1403 هستم، امروز که 3403 هستش من یه هدف خیلی مهمی هم برای سلامتیم اینجا پایه‌گذاری کردم. از امروز به امید خدا و با یاری خودش و فرشتگانش من رژیم فستینگ و روزه‌داری رو شروع میکنم و
اون رو انجامش میدم. اینو اینجا مطرح کردم که برام یه هدف بشه که بتونم بهش متعهد باشم. یعنی من واقعا متعهد میشم که از امروز 1403 این رژیم فستینگ و روزه‌داری رو به اتمام برسونم و پیش برم، نه برای کاهش وزن و چی، صرفا برای سلامتی بدنم. رژیم فستینگ من به این صورتی که مثل همه فستینگ های دیگه که از 24 ساعت که ما معمولا 8 ساعتش رو در خواب هستیم و هیچی رو نمیخوریم. حالا یه عده آدم ها هستن که